فرانک دنسر کار دشواری را پیش رو دارد. او مشغول کار روی پروژه انقلاب انرژی در آلمان است. توقف فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور پس از حادثه نیروگاه فوکوشیما در ژاپن پیامدهای گسترده‌ای در پی خواهد داشت. ترکیب انرژی در این اقتصاد پیشروی اروپا در حال تغییری اساسی است. این کشور با پروژه‌های انرژی خود می‌تواند در سال 2050 نزدیک 80% انرژی مورد نیاز خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر به دست بیاورد. اما مسئله درست از همینجا آغاز می‌شود. کابل‌های انتقال برق ولتاژ بالا در این کشور برای انتقال برق بادی تولید شده از شمال به جنوب این کشور قدرت کافی را ندارند. فرانک و کارل، دو همکار پروژه تحول انرژی در آلمان، مسیری پرمشغله پیش رو دارند. آلمان در زمانی کوتاه به 4000 کیلومتر خطوط کابل ولتاژ بالا نیاز دارد. اما همکاران چنین پروژه‌ای درباره کارشان چه میگویند؟ در کار با سفر به کشورهای دیگر بسیار است. من مدتی پیشتر در ایرلند کار می‌کردم. زمانی که طوفان بزرگ لوتار در فرانسه به تأسیسات برق آسیب رساند و تیرهای برق رو در هم شکست، آنجا رفتم. همکارم کارل هم تجربه کاری در ایتالیا دارد. خطوط کابل انتقال برق در ایتالیا با اینجا تفاوت دارد. آنها از کابل‌های 18 میلیمتری استفاده می‌کنند. تصور کنید چه کابل‌های ضخیمی اند. در ارتفاع بالای دکل‌های برق وقتی مشغول نصب کابل‌ها هستیم نباید ترسیب خود راه بدهیم، بعد مراقب باشیم. برای این کار باید شرایط جسمی مناسبی داشت. البته نیازی به رفتن به باشگاه ورزشی نیست. کار روی دکل‌های برق ورزیدگی لازم رو به آدم میده. کارل و فرانک برای پروژه برق بادی در راه دریای شمال هستند، جایی که فصل دوم انقلاب انرژی آلمان شکل گرفته است. این کشور قصد دارد نیروگاه‌های بادی گسترده‌ای را در بخش شمالی راه اندازی کند که خود بخشی از مشکلات پیش رو نیز هستند. به دلیل فشار بالای برق تولید شده در نیروگاه‌های بادی به کابل‌های جدیدی نیاز است و نصب کابل‌های زیردریایی نیز برای انتقال برق چندان ارزان نیست. هزینه نوسازی شبکه لازم برای چنین کاری 12 میلیارد یورو خواهد بود. در صورت تولید میزان بالای انرژی بادی، آلمان باید بخشی از توربین‌های بادی خود را متوقف کند، زیرا کابل‌های انتقال برق ظرفیت لازم برای انتقال برق بادی تولید شده را ندارند. براوایلر در نزدیکی شهر کلن یکی از مراکز اصلی کنترل شبکه کابل‌های برق آلمان است. در ماه‌های گذشته این کشور 8 راکتور هسته‌ای خود را از شبکه خارج کرد، اما کارشناسان و مسئولان در این باره چه می‌گویند؟ در حال حاضر آلمان بسیار بیشتر از گذشته به واردات برق وابسته است. ما این وضعیت را مشکل ساز می‌بینیم، زیرا ممکن است در تابستان کشورهای صادرکننده برق نتوانند در حد نیاز ما برق تولید کنند. از طرف دیگر در زمستان هم ممکن است سرما به حدی برسد که صادرکنندگان برق مانند فرانسه برق اضافی برای فروش به ما نداشته باشند. این میتواند باعث بروز مشکلاتی در سامانه‌های انتقال برق و خاموشی‌هایی در برخی مناطق و قسمت‌ها بشود. برای جلوگیری از قطع برق، دولت آلمان شرکت‌های انتقال برق را برای نوسازی کابل‌های شمال به جنوب آن زیر فشار گذاشته است. اینجا در منطقه رسفلد در نزدیکی مرز آلمان و هلند هستیم. انقلاب انرژی آلمان در این منطقه آغاز شده است. تأسیس خطوط کابل ولتاژ بالا در این منطقه سالها طول می‌کشد. البته شهروندان منطقه نیز به روند ساخت آن اعتراض دارند، زیرا دکل‌های برق فشار قوی در مجاورت منطقه مسکونی آنها ساخته می‌شود. من نمیخواهم در نزدیکی یک دکل برق فشار قوی به ارتفاع 60 متر و 380,000 ولت برقی که منتقل می‌کند زندگی کنم. من نگران خطرات بهداشتی دکل‌های فشار قوی و میدان الکترومغناطیس اطراف آن هستم که باعث اختلال خواب یا خطر حمله قلبی و همچنین خطر سرطان خون برای بچه‌ها می‌شود. به نظرم راه حل مناسب انتقال برق فشار قوی با کابل‌های زیرزمینی است. تمام 200 کیلومتر شبکه خط کابل باید به شکل زیرزمینی ساخته شود. اما مشکل کابل کشی زیرزمینی افزایش هزینه‌ها تا 10 برابر نسبت به ساخت دکل‌های برق فشار قوی را همراه دارد. تصمیم دولت آلمان برای توقف استفاده از انرژی هسته‌ای تا سال 2022 باعث نگرانی تأمین کنندگان بزرگ انرژی در آن شده است. به شهر اسن رفتیم تا از نظر فولکر هک، سخنگوی شرکت RWE از تولید کنندگان بزرگ برق آلمان آگاه شویم.
ما سهم عمده‌ای در بخش سرمایه‌گذاری اقتصاد آلمان داریم. بر اساس برآورد مؤسسه پژوهش اقتصاد آلمان، برای ساختار جدید تامین انرژی در آلمان نیاز به 55 میلیارد یورو سرمایه است. نیروگاه‌های هسته‌ای تامین برق باید چندین میلیارد یورو خسارت متحمل شوند، زیرا بخشی از کار خود را متوقف کردند. سیاستمداران آلمانی از جمله آنگلیکا شوالدورن وزیر امور اروپا در ایالت نوردراین وستفالن برای پیشبرد رویکرد جدید در سیاست انرژی اروپا می‌کوشند. از دید این سیاستمدار اولین گام اصلاح گسترده پیمان همکاری‌های هسته‌ای یوراتوم است. ما خواستار تغییر پیمان یوراتوم هستیم. محورهای این معاهده باید تغییر کنند. در آن باید به انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی نیز توجه شود. در عرصه پژوهش نیز به این موضوعها باید پرداخته شود. نیروگاه کالکار جایی است که انقلاب انرژی آلمان 3 دهه قبل در آن آغاز شده است. هانگروت اوبینگ ما را به قلب راکتور کالکار هدایت می‌کند. در دهه 70 میلادی در منطقه اطراف این نیروگاه جنبش ضد هسته‌ای آلمان شکل گرفت و سیاستمداران تسلیم اعتراضهای مردم به راه اندازی نیروگاه کالکار شدند. در پروژه این نیروگاه 4 میلیارد یورو هزینه صرف شده بود. یک کارآفرین هلندی با سرمایه‌گذاری خود این نیروگاه را به پارکی تفریحی به نام ووندرلند یا سرزمین عجایب تبدیل کرد. در این حال مدیر این پارک قصد دارد با 10 میلیون یورو سرمایه‌گذاری در انقلاب انرژی آلمان سهیم شود. ما قصد داریم پروژه‌ای در زمینه انرژی تجدیدپذیر داشته باشیم تا تفاوت‌های آن را با نیروگاه‌های هسته‌ای آشکار کنیم. با پیشنهاد مقام‌های محلی اجازه ساخت توربین‌های بادی در این محل را داده ایم. همچنین به دلیل وجود کشتزارها امکان ساخت نیروگاه‌های بیوگاز هم هست و می‌توان از پشت بام‌ها هم برای تولید برق خورشیدی استفاده کرد. با نگاهی به رود راین و سوختکش‌های شناور در آن، مشکل دیگر پیش روی تحول انرژی آلمان آشکار می شود: استفاده از زغال سنگ. در سراسر آلمان نیروگاه‌های بزرگ زغالسوز ساخته شده که به معنای تولید دی اکسید کربن است. برخی شرکت‌ها در شمال آلمان برای نمونه در پروژه ویلهلمسهافن دخیلند و ادعا می‌کنند که نیروگاه‌های آنها در مقایسه با منابع انرژی تجدیدپذیر آلودگی کمتری تولید می‌کنند. در شهر کوچک لافنزبورگ که نیمه سوئیسی و نیمه آلمانی است، نیروگاه آبی پمپ ذخیره‌ای ساخته شده که کار آن را خواهید دید. پس از 30 دقیقه رانندگی به تونلی میرسیم که ما را به میانه کوههای منطقه موسوم به شوارتزوالد یا جنگل سیاه میرساند. اما چگونه میتوان در این منطقه برای ذخیره‌سازی برق اقدام کرد؟ تونل بسیار بزرگی به طول 600 متر زیر یک دریاچه مصنوعی قرار گرفته و از این منطقه برای ذخیره انرژی با نیروگاهی خاص استفاده می شود. قرار است در این منطقه بزرگترین نیروگاه پمپ ذخیره‌ای در آلمان ساخته شود. با چنین نیروگاهی می توانیم برق را ذخیره کنیم. اهمیت آن ذخیره برق از منابع بادی خورشیدی است. با چنین نیروگاهی همیشه منبعی مطمئن برای ذخیره انرژی داریم. چون این نیروگاهی از اصلی ساده پیروی می کند. در زمان اوج مصرف برق، آب دریاچه توربین ها را به حرکت در می آورد و برق تولید می کند. وقتی که تقاضای برق کم می شود، انرژی اضافی در شبکه آب را به دریاچه پمپاژ می کند. کارشناسان در مؤسسه اکولوژی کاربردی فرایبورگ بر این باورند که با نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در بلند مدت قیمت انرژی کاهش خواهد یافت، اما در کوتاه مدت دگرگونی ساختار تولید انرژی در آلمان هزینه‌های سنگینی در پی دارد. با دگرگونی صورت‌های انرژی هزینه تولید برق تا حدی افزایش می‌یابد. همچنین نیاز به افزایش ظرفیت ذخیره انرژی برق نیز افزایش خواهد یافت. کشورهای مانند اتریش، سوئیس و نروژ چنین وضعی خواهند داشت. همچنین روابط واردات و صادرات برق با این کشورها نیز بسیار افزایش خواهد یافت. با نگاهی به جنگل‌های منطقه شوارتزوالد به سوی جنوب می‌توان یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای سوئیس را دید که روزگار آن به پایان رسیده است، زیرا این کشور هم به انرژی‌های تجدیدپذیر رو آورده است.